بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه خطبه سی. پس از پخش شایعات دخالت امام در قتل عثمان در سال 35 هجری این خطبه افشاگرانه را ایراد کرد. اگر به کشتن او فرمان داده بودم قاتل بودم و اگر از آن باز می داشتم از یاوران او به شمار می آمدم. با این همه کسی که او را یاری کرد نمی تواند بگوید که از کسانی که دست از یاریش برداشتند بهترم و کسانی که دست از یاریش برداشتند نمی توانند بگویند یاورانش از ما بهترند. من جریان عثمان را برایتان خلاصه می کنم. عثمان استبداد و خودکامگی پیشه کرد و شما بیتابی کردید و از حد گذراندید و خدا در خودکامگی و ستمکاری و در بیتابی و تندروی حکمی دارد که تحقق خواهد یافت.